درود به مخاطبین عزیز. امشب قرار یکی از کثیف‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و البته قدیمی‌ترین تکنیک‌های تاریخ رو راجبش حرف بزنم. که خیلی مرتبط به این کشتار و جنایتی که آخوندها توی ایران انجام دادن و اینترنت رو برای هفته‌ها قطع کردن. این تکنیک نه فقط توی سیاست، بلکه توی دین، توی جنگ و حتی توی خون مردم هم جا خوش کرد. یه تکنیکی که باهاش وقتی داری میبازی کاری میکنی که طرف مقابل خودش ترمز بکنه. وقتی داری سقوط میکنی مثل جمهوری اسلامی کاری میکنی که مردم خودشون بشن پله نجاتت. اسم این تکنیک توی تاریخ گذاشته شده قرآن سر نیزه. ولی من امشب میخوام بگم این فقط یک داستان تاریخی نیست، یک الگوه، یک فرفند تکرار شونده برای جمهوری اسلامیه که استاد همین الگوه. بریم به عقب، خیلی عقب‌تر، به جنگ صفین، جنگ بین سپاه علی و سپاه معاویه. طبق روایت‌های تاریخی جنگ داشت به نقطه‌ای میرسید که سپاه علی دست بالا رو پیدا کرده بود، یعنی معاویه داشت میباخت و درست تو همون لحظه یک حرکت عجیب اتفاق افتاد. سپاه شام قرآن رو سر نیزه ها زد. ابا یزید بگو هر چه قرآن در اردو داریم همه را یک جا جمع کنن. قرآن میخوای چه کنی هم؟ بجرم! یعنی چی؟ یعنی بیایید به جای جنگ قرآن رو حکم کنیم. اما واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که اون قرآن برای صلح نبود، برای نجات معاویه بود. پس چرا مانده اید؟ این خدعه معاویه است. بارها مکرش را دیده اید؟ فریب نخورید. تا پیروزی 10 ضربه شمشیر فاصله دارید. دور نیستم اشتر. تو بر نیزه ها قرآن نمیبینی؟ قرآن ناطق علیست. علی تو کافر شده ای اشتر. معاویه از ایمان مردم اون زمان که طرفدار حضرت علی بودن داشت سوء استفاده میکرد. از ترس مذهبی ها که مردم هستن و از ترس مذهبشون سوء استفاده کرد. از قداست قرآن استفاده کرد تا جلوی شکست خودش رو بگیره. معاویه میخواهد جان بی مقدارش را در پناه کتاب خدا حفظ کند. امانش ندهید. ما با کلام الله نمی جنگیم نخواهی. اینها که میبینی ورق پاره های تزویر امرآسند. نتیجه چی شد؟ جنگ که داشت تموم میشد تبدیل شد به حکمیت و همین حکمیت سپاه علی رو دچار یک شکاف کرد و بعدش یک جریانی ساخت به اسم خوارج که خودشون از طرفداران حضرت علی بودن و بعدش اومدن ضد حضرت علی شدن. بالله نمیدانیم با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم. جنگ را رها نکنید دیوانه ها. ما با قرآن نمی جنگیم مالک. و اینجا اون بخش تاریک‌تره، همون خوارجی که از دل این شکاف اومده بودن تبدیل شدن به دشمن علی و بعدش کسی مثل ابن ملجم که روایت ها میگه از همین مسیر رفت به اون جریان پیوست شد قاتل علی. پس قرآن سر نیزه فقط یک حرکت نمایشی نبود، یک عملیات روانی بود برای خرید زمان، به هم زدن تمرکز طرف مقابل، ساختن دو دستگی و تبدیل کردن حقیقت به ابهام. ما را به گناهی میخوانید که ستون عرش را میلرزاند. معصیتت به گردن کیست؟ حالا از گذشته بیایم به امروز ایران. ما با حکومتی طرفیم که در طول این 47 سال هر جا گیر کرده، هر جا داشته میباخته، یک قرآن سر نیزه جدید زده و انداخته بین مردم. گاهی اسمش شده امنیت ملی، گاهی شده دشمن خارجی، گاهی شده ناموس، گاهی شده مقدسات، گاهی شده پرچم حسین، گاهی شده مسجد و گاهی هم شده قرآن آتیش زدن. و دقیقاً میرسیم به اتفاقات بعد از اعتراضاتی که بعد از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اتفاق افتاد. اون جایی که یک سری تصاویر پخش شده گفتن این معترضین، کسایی که برای غم نان اومدن بیرون، کسایی که برای یک زندگی آزاد اومدن بیرون،
آره اینها مسجد آتیش زدن، اینها امامزاده تخریب کردن، اینها شلیک کردن، اینها پروژه های بیگانه است، اینها عوامل سرویس های خارجیه، اینها که قرآن رو آتیش زدن. بیش از 350 مسجد رو آتش زدن، هزاران جلد قرآن رو. آقای خسروی عجیبه برای شما من بگم، تعداد هزاران جلد قرآن رو رفتن از داخل مسجد آوردن کف خیابون آتش زدن و خیلی عجیبه این. یعنی سابقه است این اتفاق. نه اصلا ایرانی چنین چیزی ولو مسلمان نباشه یه چنین کاری رو نمیکنه. معلوم نیست اینها از کجا بودن. باشه فرض میکنیم این روایت شما هم درست باشه، ولی یک سوال دارم. اگه این حکومت استاد قرآن سر نیزه باشه چی؟ از کجا معلوم این مسجد آتیش زدن همون قرآن سر نیزه امروزی نباشه؟ جالبه دیگه، تو بوق و کرنا کردن. وقتی تصاویر صدا و سیما ایران رو میدیدی میگفتن که آره قرآن رو آتیش زدن، این هیئت رو آتیش زدن، این مسجد رو آتیش زدن. از کجا معلوم این پروژه‌ای نباشه که خودشون ساختن، که خودشون اجرا کردن، که خودشون پخش کردن تا خودشون نتیجه بگیرن؟ چون ببینید ما با کی طرفیم؟ میگن نه اینطور، ما با حکومتی طرفیم که مردم رو قتل عام کرده، اینترنت رو برای هفته ها قطع کرده، دروغ سیستماتیک گفته، صدا و سیما رو به عنوان یک پروپاگاندا و به عنوان یک ابزاری که برای شستشوی مغزی باشه، نه برای همه مردم، داره ازش استفاده میکنه، فیلتر کرده، اعتراف اجباری گرفته که برای خودش اعتبار بگیره، پرونده سازی کرده. پس برای بقاش از هیچ کاری نمیترسه. پس چرا باید بیام اینو باور کنیم که این کار مثلا ازش بعید باشه یا نباشه؟ باید باور کنیم دیگه این کار ممکنه کار خودشون باشه. ببینید این حکومت سابقه الگوهای مشابه رو داشته و این تکنیک رو میتونه خیلی ساده ازش استفاده بکنه. من داشتم تصاویر صدا و سیما رو نگاه میکردم، یه قرآن سوخته رو برداشته بود، آورده بود، گذاشته بود روی میز و اومده بود به ملت میگفت ببینید این قرآن آتیش زده، مدام تصاویر مردم، مدام تصاویر مسجدا. چون اونا خوب میدونن مردم ممکنه که، ببین اون آدمی که شکمش گشنه باشه، پول نداشته باشه، دیدید دیگه، صبح بلند میشه گوشت خواهر و مادر رو میده به آخوندا، خودشون هم میدونن، سوار ماشین درب و داغون، اون ماشین آتو آشغالی که بهش انداختن میشه مثل پراید، میره مسافرکشی میکنه، ولی صبح که در ماشینش رو باز میکنه میره میشینه تو ماشینش، یه قرآن توی تاقچش هست، دست میذاره رو قرآن، میگه خدایا به امید تو. یعنی با این که به آخوندها فحش میده اما قرآن رو قبول داره. بخوایم یا نخوایم، خوشمون بیاد یا نیایم، اینها خوب بلدن با اعتقادات مردم بازی کنند. درست همون کاری که در جنگ صفین اتفاق افتاد بین سپاه معاویه و سپاه علی. پس مرحله اولی چیه؟ اینکه خیلی ساده، تو بحران که گیر میکنی، مردم ریختن بیرون، مشروطیتت و مشروعیتت تکشیده، دنیا داره نگات میکنه، باید یک تصویر سازی بکنی که مردم یا آقا حواستون باشه، یک شوک اخلاقی میسازن، یک شوک طبقاتی میسازن. مسجد، قرآن، امامزاده، چیزهایی که تو جامعه هنوز یک سری از مردم، ریزش هم داشتیم، همیشه میگن وقتی که فقر وارد یک خونه شد دین و مذهب از پنجره فرار میکنه. هنوز ولی یه عده هستن که باورهای مذهبی دارن، اونها هم این شوک اخلاقی رو بردن، قرآن و مسجد و امامزاده رو میگن که آره اونایی که طرفدار شاهزاده بودن آتیش زدن، اونا رو سرویس های بیگانه زدن. اون سرویس اطلاعاتی دیتا بهتون بدم، رنگ شورت فلان فرمانده رو هم میدونه چه رنگیه. پس وقتی که بخواد به یه آدمی مأموریت بده که فلان بیمارستان، میگم بیمارستانی که شما جنایت میکنید، فلان مسجد، فلان امامزاده در آتیش بزنه، خوب میدونه که در کدوم نقطهش دوربین مداربسته وجود داره. مثل خودتون هست که میریختید تو خونه های مردم، دوربین های مردم رو شکوندید. مثل خودتون هست که الان به تمام مغازه‌دارها تو تهران گفتید که دوربین های مداربسته‌تون که سمت خیابونه باید تصاویرش رو بدید یا باید کورش بکنید. اونا هم خوب بلدن اینا رو بهشون آموزش بدن. پس شما چیزهایی که مردم هنوز تو جامعه روشون حساسن روش دست گذاشتید. چی میشه؟ میگید دیدید
اینا مردم نیستن ها، اینا دشمنن، اینا بیدینن، اینا مزدورن. و این یعنی چی؟ یعنی مردم از اعتراض میترسن، یا اوه 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 دارن به قرآنمون توهین میکنن. خانواده ها عقب میکشن. خاکستری ها میگه نه بابا ما با تخریب اینا موافق نیستیم و حکومت دوباره خودش رو بیمه میکنه. این دقیقاً همون قرآن سر نیزه است. اینا دشمن مسجدن، دشمن قرآن هستن. شعارشون اصلا در بود اقتصاد نبود. من شعارهاش همین میشنیدم، میگفتن هم شعارش بود که مسجد آتیش بزنید، چند تاش با صدای بلند تیراندازی هم میکردن. خیریه داشت مسجد کمک میکرد به مردم. نزدیک 400-500 نفر فقط تحت پوشش خیریه مسجد بوده. چه ضرری به اینا میرسوند مسجد؟ قرآن بر نیزه دارن. مرد مسلمان نیستی؟ قرآن را تو بهتر میشناسی یا علی؟ قرآن دین محمد بود که امروزه هر بت آلوده مدعیان است. قرآن خود علی است. آنچه بر نیزه ها میبینید پوست و مرکب است. وقتی داری میبازی از ایمان و احساسات مردم سپر درست میکنی برای خودت. حالا شما به من بگو اگه تو حکومت باشی ببینی مردم دارن متحد میشن زیر پرچم، حالا هر شخصی، هر اسمی، هر فراخوانی، کلی داریم میگیم الان پرچم شیر و خورشید شاهزاده رضا پهلوی، میخوام یه قدم بیاد عقب‌تر، کلی یه جای حکومت باشید تو چیکار میکنیم؟ میای با گل جواب میدی، میگی آقا این گل تقدیم شما؟ نه، میای اینترنت رو قطع میکنی، میای وحشت پخش میکنی، میای تصویر سازی میکنی، میای قربانی تولید میکنی، میای پروژه سازی میکنی، مگر خاندان پهلوی باشی و مردم رو نکشی و از ایران بری. چون تو سیاست جمهوری اسلامی حقیقت مهم نیست، اثر مهمه. قرآن است. شما کافر شده اید، مسلمان میکشید. اینا دنبال این نیستن مردم چی دیدن، اینا دنبال اینن مردم چی رو باور کنند. حالا حکومت میگه اینها عوامل خارجی بودن، باشه، ولی سوال اون خارجی ها توی کشوری که یک هیچ کشتیش کنترل میشه چطوری این کارا رو میتونن بکنن؟ تو کشوری که یک استوری ساده میتونه کاربر رو بفرسته توی بازداشت تو ایران، تو کشوری که دوربین همه جا هست، تو کشوری که نیروها وسط خیابونن، چطور دقیقاً همیشه یک چیزی اتفاق میفته که دقیقاً به نفع حکومت باید تموم؟ این سوال ساده است ولی کشنده است دیگه. صفحه این چی بود؟ یه طرف داشت میباخت، قرآن رفت سر نیزه، جنگ متوقف شد، اختلاف افتاد و تاریخ ورقش برگشت. ایران امروز چی؟ حکومت زیر فشار بود، مردم تو خیابون‌ها بودن، بعد یک سری تصاویر شکاور میاد بیرون، اختلاف مردم رو میزنه و اعتراض رو از حق تبدیل به اتهام میکنه. یعنی تکرار همین علوم. ما قرآن بر سر نیزه میبینیم، اون چرا که میبینیم ندید بگیریم و با شنیده به جنگ ایمانمان برویم. علی بگو اشتر دست از جنگ بردارد. اگر دست بر ندارد که خدا قسم علی را میکشیم. حرف آخر، اینها با مردم نمی جنگن، اینها با حقیقت می جنگن. اینها وقتی شکست میخورن میرن سراغ مقدسات، سراغ احساسات، سراغ ترسها. قرآن رو میکنن سپر، مسجد رو میکنن سپر، امنیت رو میکنن سپر تا مردم خودشون علیه خودشون واسن. پس باید ما یه چیزی یادمون بمونه، قرآن سر نیزه یک تاریخ نیست، یک ترفنده، ترفندی که هنوز داره اجرا میشه. اصلا مردم معمول این کارا رو نمیتونه بکنه. مثلا اونا آموزش دیده بودن کارهایی که میکردن، یه مردم عادی الان ما مثلا میلیارد هم بدن ما دلمون نمیاد بیا هموطن خودمون دست بلند کنیم یا کاری کنیم. و اگه حواسمون نباشه همونطوری که یک روز جنگ صفین رو بردن، امروز هم جنگ با مردم رو میبرن. پس ما مردم باید آگاه باشیم و بدونیم که این سیستم داره از چه ترفندهایی برای مردم استفاده میکنه. و سایبریاشون هم هستن ها. ببین الان هم سایبریاشون دارن فعالیت میکنن. اگر ببین مطمئن باشید سایبریاشون، الان من اومدم که تکنیکاشون رو لو دادم دیگه، مطمئن باشید به یکی از آدم‌هایی که اول از همه سایبرشون حمله بکنن خود منم. چی میگم این موضوع جالبه. استوری دیده بودم نوشته بود که این توی آلمان زندگی میکنه، آلمانی‌ها رو میفروشه. نیست که مثلا ایرانی‌های تو آلمان کارمند پنتاگونن و کارمند CIA ان و نمیدونم سیستمای انرژی هسته‌ای ایرانو دارن و خیلی دانشمندن، اطلاعاتشون رو مثلا ما بفروشیم. اینها سایبری‌هایی هستن
که هر کسی که بخواد به سمت مردم باشه به سمتش حمله میکنن، چون دوست ندارن که مردم سواد رسانه‌ایشون بالا بره. چون اگه مردم سواد رسانه‌ایشون بالا بره دیگه این ترفنده آنتن نمیده. دیگه وقتی تصاویری میاد بیرون که آقا قرآن آتیش زدن، مسجد آتیش زدن، مردم میگن این کار خودشون بوده. دیگه احساسات مردم رو نمیتونن به بازی بگیرن. اگه دوست داشتید حتما این ویدیو رو به اشتراک بذارید برای دوستان خودتون که اونها هم آگاه بشن. خیلی مخلصیم. میشنوی؟ به یک تکه پوست و مرکب دل و دین فروختند. ار 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 کلام خدا را در گوش ولی خدا میخواند. دریغ از خروار خروار یاسین در گوش بسته این گله.